بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب شرح نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. إذن وقفنا عند قوله، أي عند قول صاحب المتن: السابع السحر. صح؟ هفتم از شکننده های اسلام که یکی از انواع ردت، یعنی که مرتد شدن، این سحر است. و منه الصرف والعطف فمن فعله او رضی به کفر. شیخ الاسلام میفرماید که هفتم از شکننده های اسلام این جادو است و از جمله جادو داخل می شود چی؟ صرف و عطف، یعنی که گرم و خنک کردن. گرچه که اینجا خنک و گرم کردن آمده است، یعنی که ما با لحظه خودمون گویم گرم و خنک کردن. یکون کسا گرم میکند بین یکون کسا، یا که بینشون خنک میکند. مثلا بین زن و شوهر گرم و خنک میکنند، بین فرزند و والدین چیکار میکنند، بین همیشه. کسی این کار کند یا که راضی به همین باشد چی میشد؟ کافر میشود. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. دلیل سخن او تعالی است که آنجا میفرماد و اون دو فرشته که در بابل بودن، یکی از منطقه عراق، تعلیم نمیدادن کسی را. ما يعلمان من، یگان کسی تعلیم نمیدادن، حتی یقولا، تا برایشون نمیگفتن، همچون نصیحت کرده: انما نحن فتنه، ما فتنه هستیم، یعنی ما برای امتحان، برای سنجش هستیم. ما باید پیش از اون که شما رو یاد کنیم اول آگاهی کنیم که فلا تکفر، تو کافر نشو. با آموختن این قطعی تو چی میشی؟ کافر میشوی و عمل کردن هم کافر میشوی. یعنی هر چیزی که آموختن او حرام باشد، عمل کردن هم نیست حرام است. من از تصور که یک کس مثال گیریم عرق خرید در خریدن کشمید، در یخدانش موندن، بعد فهمید که ممکن نبود از خریدن. معنا نداره که اسراف نشه خریده باشه، میبینی بس کس فیلم استعمال میشه. نه، ممکن نیست. هر چیزی که خریدنی و حرام باشد، استعمالی و هم چیه؟ حرام است. هر چیزی که آموختنی و حرام باشد، استفاده بردنش هم عمل کردن حرام. که من علم جادو رو آموخته شدم، بیکار نشینم، کم کم گیپلاس کنم گردن بود، ممکن نیست، حرامه. فهمیده؟ خب فلا تکفر میگفتن، ای فلا تكون بتعلم السحر، با آموختن السحر تو کافر مشو. شارح میفرماید حفظه الله تعالى: النوع السابع من انواع الردة السحر. هفتم نمود از نمودهای مرتده این جادو است. و السحر عمل يعمله الساحر وهو على نوعين: سحر حقيقي وسحر تخييلي. از کلمه خیل یخیل تخییلا مصدر می شود. اون یاش یای نسبی می بینه. یای چی؟ یای نسبی آن است که اون مشدد می شود، تشدید دارد، ما قبلش دوم چی می باید؟ کسره می باید. او را یای نسبی می باید. عربی، تخییلی، نه سحری. خب سحر این یک عمل است که او را جادوگر انجام می دهد. یعنی جادو یک عمل است که، یک کار است که جادوگر او را چیکار میکند؟ به جا میبیارد و او به دو نوع میباشد. سحری هست که حقیقی است و سحری هست که خیالی، یعنی حقیقی از آن عبارت است که واقعا تاثیر میرساند در دیگران، و سحری هست که تاثیر نمیرسونه. هم در چشم انسان یک چیزی حقیقت ناحق میتابونه، یا که یک چیزی ناحق حقش میتابونه. فهمیدید؟ مثل سر یک کسی میکند خیال میکنه، یکی کندگی نیست، خیال میکنم کند. النوع الاول سحر حقیقی. یکم نوع این سحر حقیقی است. هو عبارة عن عقد ينفث فيها الساحر. سحر حقیقی یکم نوع هاست اینا. مثلا او عبارت از گره هایی است که در اونها
جادوگر میدمد، یعنی گره میکنه و در اوجه کف صف میکنه خیلی که میگن. و رقیه و دعاهایی است که و کلامهایی است که یتمتمو به یا که یتمتمو به، اگر بیم صاحب خودش یتمتمو به در وقتی که به طریق سرعت تیز میخواند مراد و مقصد هیچ انق نیست، همین خیلی دعاهای مثلا گیریم یک چیز میگوین. و یستعین بالشیاطین، در کردن این کار از شیطان ها یاردم میپرسند. دیدید این هم یکی از نامهای مستقل چه کفره، یعنی خیلی شرک است. از شیطان ها یاردم میپرسند فی کلامه، در کلام خودش. و عزائم یعلقونها، و مثال گیریم و با سحر از چی عبارت است؟ از تومارها، از افسونهای عبارت میبرسد که و یارا مردم چیکارش میکنن؟ یعلقونها، در گردنشون، در دستشون، در لباسشون، در ماشینشون آویزان میکنن. و کتابات طلاسم، یعنی تلیسم‌های این مانند تومار و تشتاب‌هایی که نوشتگی هستند که یکتبون و یارا مینویسند به اسماء الشیاطین، و نامهای شیطان، یعنی نامهای شیطان در اونجا مینویسند. هذا هو السحر الحقيقي، اینا میگن که سحر جادوی حقیقی. هذا يؤثر في المسحور، در شخص جادو زده چه تأثیر میرسونه در سحر، در کسی که چه جادوش کرده هستند. اما بقتله، یا بکشتنی او، یا میکشنش کارش میکنند، و اما بامراضی، او را بیمارش میکنند، و اما بالاخلال فی بعقله، یا که در عقلش یکون خلل دار و نقصان دارش میکنند، از عقل بیگونه میشه، تمام عمر یا دیوونه فعال میگردن. همین این چی میگه؟ سحر حقیقی که در کسی دیگر، در مسحور تأثیر میبخشد. و النوع الثاني تخیلی، یعنی سحر خیالی میگه. بیان یعمل بی اشیاء، این کاری میکند که یک چیزایی میکند که یخیل الى الناس انها صحیحه، در خیال مردم چنین میتابد که گویا بایها چی باشن؟ درست باشن. از ریسمان چیکار میکنه؟ مار میسازد. بیان یعمل اشیاء، بیشه این گفتم نه، بیان یعمل اشیاء، یعنی یک چیزهایی را میسازد که همون چیزها را کار میکنه به مردم چی خیال میآرد که و یا درست باشن گویا، و هی غیر صحیحه، و یکن در حقیقت در واقع وایها درست نیستن. یخیل للناس انه یقلب الحجر الى حیوان، مثلا به مردم خیال میآرد که گویا که باید چیکار میکنن؟ سنگ را به حیوان مبدل میکنن، یعنی یک سنگ هست کارش میمد که سنگ چی میشه؟ حیوان میشه، بوز میشه، یک خر میشه، گاو میشه. سنگ هم خیلی. او انه یقتل شخصا و یحییه، یا که خیال میکند یک کس کشت، اما میبینه که خونش میریزه، جاری شده، کشته اوره، سرش کنده، با چیکارش میکنه؟ با زندهش میکنن، آباد میشه. بو میگه در عربی میشه دیگه منه یه جایی پیوش نیست. نعم. و یقطع رأسه، سرش میکند، ثم يرده، با گردن سرش میشناند. او انه یجر السیارة بشعره، یا که با طوری موش چیکار میکند؟ ماشینای کنونه کشواله میکند. او باسنانه، که با دندونهاش کشواله میکند. او ان السیارة تمشي علیه، یا که ماشین با بالاش میگذرد ولا تضره، با او ضرر نمیرساند. او انه يدخل في النار، یا که درون علاب میدارد، این طرف که آتش میدارد با اون طرفش نسوخته میبراید. او یاکل النار، یا که آتش میخورد. او یطعن نفسه بالحدید، یا که خودش با یک آهنی چیکار میکند؟ میخلد، یک آهن گرفته در بدنش میخلد، خلیدن میدرارد. یطعن عینه باسیاخ الحدید، در چشمش یعنی که سیخهای آهنی میدرارد. یطعن یعنی که میزند. او یاکل الزجاج، یا که شیشه ها رو معده کرده خورده هم میگیرد، مانند کبد. كل هذه انواع من انواع الشعوذه، تمام اینها از نمودهای چی هستن؟ شعوذه میباشه، یعنی که چشم‌بندی میکنن. شعوذه گیپنوزش میگن، باز اون توجیه که گیپنوز چی میشد؟ چشم‌بندی. و هي لا حقیقت لها، اینا یگون حقیقت و حقانیت ندارن. مثل سحر و سحرت فرعون، مانند جادوی جادوگرهای فرعون. سحر و سحرت فرعون مانند جادوی جادوگرهای فرعون، یعنی فرعون جادوگرها داشته بود، جادوی به اعظمی عبارت. الله تعالی میفرماد که یخیل الیه من سحرهم انها تسعى، یعنی خیال کرده میشد به او از یعنی که یعنی خیال در خیال موسی چنین میگذشت که
گویا که انها تسعى همون عصای پرتافتگیشون و اون ریسمانهای پرتافتگیشون چی باشن؟ در جنبش، در حرکت در اونست. این در خیال موسی همطور میتون. و قال تعالی، الله تعالی فرمود که سحروا اعین الناس، چشمای مردم را چیکار کردن؟ سحر کردن. یعنی خیلوا و موهوا علیها خلاف الحقیقه، یعنی که پرده پوش کردن چشم مردم، خیال ها پیش چشم مردم گذراندن که در حقیقت و یا خلاف حقیقت بودن، یعنی اون چیزی که مردم میبینن این خیل نیست ایده و ایها. و استرهبوهم ای خوفوهم و یا را ترسوندن به این سحرشون. هذا سحر تخیلی، اینا چی میگوین؟ سحر خیالی میگوین. و هذا یسمونه القمر، اینا همچون قمره هم میگوین، این قمار بازی که التي يعملها الساحر على عیون الناس، اینا چی کار میکنن؟ یعنی انجام میدهند جادوگر در پیش چشم مردم. ثم اذا انتهت القمر، وقتی که اون دوره قمار بازیش که تمام میشود، عادت الاشیاء الى حقیقتها، همه چیزایی که دیگر بودن به حقیقتشون برمیگردن. فهمیدید؟ مثلا به شما یک صندوق نشون میده که پول طلا، با میگه اینا هیچ که نرسن، این محکمش میگه میخزه رفت. من بعد از یک انچه کنون وقت میبینم چیکار میکنم؟ صندوق میدوزم که ببینم دونه چیزا میکشن خالی، هیچ چی نبود، یا که داره پول کاغذه که همش دلار نشون داد بود چشم. اما خلاص نه چه خیلی شب دیده دونشن دیگه خرگوش میبرد، من میگیرم تاش رسمونی دارم. هم اینا چه خیالی هم. عادت الاشیاء الى حقیقته، ما هم به حقیقتش برمیگه. در حقیقت چی بود؟ همون میشه. کاغذ بود، دلار تاخته بود که میبینم کاغذی عادی هست. اگر اون کاغذ دلار گفتی بری نزدیک سوداگر من قد میزند به خونه بزرگ میرسه. و سحر کفر، سحر چی است؟ کفر است. و دلیل قوله تعالی، دلیل با کفر بدون سحر سخنی الله تعالی میفرماید ولکن الشیاطین کفروا، ولی کافر شدگی کسا کی بودن؟ شیطان ها. ولی شیطان ها کافر شدن. یعلمون الناس السحر، بسبب و مردم سحر را تعلیم دادنشون. السحر تعلمه و تعلیمه کفر بالله عز وجل، سحر هم آموختن و هم آموزاندن این کفر به الله عز وجل است. و هو نوع من انواع الردة، این یک نمودی از نمودهای مرتدی است. فالساحر مرتد، جادوگر مرتد از اسلام برآمدگی است. اذا كان مؤمنا، اگر مؤمن باشد ثم سحر، بعد از آن سحر بازی کنند، فانه يرتد عن دین الاسلام، از دین اسلام مرتد میشه. زیرا که علما میگن که علماشون میگن که سحر این یک عمل است که هیچ ممکن نیست که انسان مؤمن باشد و از دست او سحر بیاید. وقتی که من مؤمنم گفته کنند معلوم میشه که او کافر است، زیرا که کاری کافر است. زیرا که این کارا رو میشه از شیطان ها یاردم میده. شیطان ها یگان ذره خدمت میکنن، شیطان کافرها و یا یگان ذره خدمت نمیکنن برای انسان تا انسان کافر نشود. مثلا برای ما وقتی تعلیم دادن، وقتی از جنها تعلیم میگیرن چیکار میکنن؟ و یا شرطاش میمونن. شرط میمونه که شرطش این است که ما اون وقت شروع کنیم خدمت میکنیم. برای مثال یعنی که میشه قرآن گرفته حموم میداره، هر روز در حاجتخانه میپرته، پاره پارهش میبینه، 40 روز با خود هر باری که حموم دردی با خود زدت میکنه، نمیخواد چیزا. همین اینا یکی از شرطای یعنی تعلیم گرفتن سحر، نعوذ بالله. بعد جنها خدمت منن برای خاطر این کاری با موفقیت کردن، نعوذ بالله. و یقتل، جادوگر کشته میشود ولا یستتاب، او توبه پرسیده نمیشه، لا یستتاب عند بعض العلماء، عند نزد بعض العلماء، لانه حتى ولو تاب في الظاهر فانه يخادع الناس، برایش توبهش قبول نمیکنه، زیرا که وای توبه هم کنه در ظاهر و مردم فریب کردنش ممکن. ولا يزول علم السحر من قلبه، و توبه کنه یعنی علم السحر از قلبش نمیرد بود ولو تاب، گرچه که توبه کنه. امین. و دلیل قوله تعالی و ما يعلمان من احد، یگون کس رو تعلیم نمیدادن اون دو کس یعنی هاروت و ماروت، حتی یقولا انما نحن فتنه، تا برایش نمیگفتن که ما فتنه هستیم، ابتلاء و اختبار، ما سنجش برای امتحان ما را الله جمونده است. فلا تکفر، تو کافر نشو بتعلم السحر، یعنی با آموختن سحر. نعم. الله جل وعلا انزل ملكين من السماء يعلمان السحر، این بعضی روایت ها. الله حق سبحانه و تعالی دو فرشته را از آسمان فرود آورد که تعلیم میدادند سحر را، ابتلاء للناس، برای خاطر مردم سنجیدن، و امتحان للناس، برای از مردم امتحان گرفتن. اینها این اختیار میکنن یعنی در برابر فهموندن که این علم یعنی آموختنش کفر است، تو اختیار میکنی کفر، یا که در ایمان خود باقی مونده اینو ترک میکنی.
امتحان بود. فإذا جاءهم من يريد تعلم السحر نصحه. وقتی که یگان کس می آمد میخواست که علم سحر را تعلیم بگیرن، برایش چیکار میکردن؟ نصحه، نصیحتش میکردن. و قال له، برایش میگفتن که انما نحن فتنه، یعنی ما امتحان هستیم، ما سنجش هستیم، فلا تکفر، تو کافر مشو بتعلم السحر، ای لا تتعلم السحر، تو علم السحر یعنی سحر تعلیم مگیر. فدل على أن تعلم السحر كفر. إن أنا دلالات نكون آموختن السحر چی بوده است؟ کفر بوده است. نسأل الله العافية.